فصل گل و یاسمن مبارک باشد. دلجمعی انجمن مبارک باشد. هر روز نو و کهنه نوروز تو باد. نوروز تو هموطن مبارک باشد. با عرض درود و احترام به همه بینندگان گرامی و ارجمند برنامه‌های رنگین تلویزیونی اینو و طبیعت، ما گروه ایجادی برنامه جشن نوروز جهانی عین حال در شهر زیبا منظر نورق قرار داریم تا شما را با عنعنه‌های خاص نوروزی و طرز تجلیل این جشن نیاگان از جانب ساکنان این شهر دلانگیز آشنا نماییم. واقعا هم جشن نوروز یکی از کهن‌ترین و پرافتخارترین جشن‌های تاریخی مردم آریای تبار به شمار می‌رود که همه ساله در سراسر تاجیکستان بهشت‌آسای ما با شکوه و شهامت خاصه تجلیل می‌گردد. پس بینندگان گرامی، در ادامه ما را همراهی نمایید و از عرف و عادت، سنت‌ها و فضای ایدانه ساکنان شهر نورق از نزدیک آشنا گردید. بهار با نفس تازه خود به سرزمین تاجیکان قدم می نهد و همراه با آن جشن باستانی نوروز رمز احیای طبیعت، پاکی روح و پیوند انسان به زمین فرا می رسد. در تمام گوشه و کنار کشور این جشن کهن با شکوه و شهامت تجلیل می گردد. شهر نورق نیز با طبیعت زیبا و مردم مهنت دوستش معروف است. هر سال نوروز را با روحیه بلند ایدانه استقبال می کند. نوروز یکی از قدیمترین جشن‌های مردم آریای نژاد بوده. تاریخ 1000 ساله ها دارد. آن از زمانهای باستان همچون آغاز سال نو، روز برابر شدن شب و روز و بیداری طبیعت تجلیل می گردد. امروز این جشن اجدادی در سراسر تاجیکستان با شکوه برگزار می شود و ساکنان شهر نورق نیز به این عنعنه دیرینه صادق مانده نوروز خجسته را با افتخار و مهر و محبت تجلیل می نمایند. در شهر نورق در برابر دیگر شهر و ناحیه‌های مملکت جشن نوروز با یک شکوه و شهامت خاصه تجلیل می‌گردد. نوروز یکی از جشن‌های قدیمه و جشن‌های مقدس مردم تاجیک به شمار رفته، رمز احیای طبیعت، رمز دوستی، یکدلی و همدیگر فهمی ملت تاجیک بوده. با شرافت فرهنگ پرورانه و سیاست پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جشن نوروز مقام جهانی را نایل گردید. این اقدام تاریخی باعث گردید که میراث فرهنگی انسانیت یعنی نوروز در سراسر جهان تجلیل گردد. همچون نوروز به فهرست میراثی فرهنگی غیرمادی بشریت از جانب یونسکو وارد کرده شد که این دلیل رفشانی قدر و منزلت نوروز و بزرگی این جشن کهن‌بنیاد می باشد. نوروز از عمق 1000 ساله ها به ما میراث مانده، با فرهنگ، تمدن و رسم و آیین ما پیوستگی خیلی زیچ دارد. همین است که در تجلیل جشن نوروز مردم ما هنرهای مردمی خود از قبیل چوب تراشی، پختن طعامهای ملی، گلدوزی و زردوزی، اطلس و ادرس بافی، قالین بافی و دیگر هنرهای مردمی خود را به معرض تماشا می‌گذارند که یعنی نسل آینده ملت رو، جوانان ما رو از گذشته، از میراث و فرهنگ گذشته خود بار دیگر با خبر سازند و کهن بنیاد و تاریخ 6000 ساله داشتن مردم تاجیک را بار دیگر نوروز اثبات می‌کند.
مشام دل منی. در قطار هنرمندان معروف شهر این دو مرد هنر ساکنان شهر نارک استاهای مشهور هنرهای مردمی به شمار می روند. آنها با مهارت خاصه از چوب، قاشق و کفلیز، دوتار و سیتار و دیگر لوازمات روزگار می سازند. هر یک محصول دستانی آنها نشان ذوق بلند و مهنت صادقانه هنرمند است. آنها در صحبتشان ابراز داشتند که هنر چوب تراشی میراث نیاگان بوده، نگهداری و آموزانیدن آن به نسل‌های جوان وظیفه مقدس هر هنرمند می باشد. من از سال 75 جانب با همین کار مشغولم. این همه اسبابایی که میلی هستند ساز میکنم. بسیارتر مکتب‌های صنعت، چه دوشنبه چه طرف ولایت خرطوم، بسیارتر مکتب‌های موسیقی درخواست میکنم. با همین دوتار تراشی، همین کاولیز، قاشق، کچک همه نمود میکنیم. همین دوتار هم بسیار طلب میکنن. قاشقای با همین مسکت چه حوالا کنید بسیار طلب میکنن. آنها افتخار دارند که با دستان خود چیزهای می آفرند که هم برای روزگار ضرورند، هم بر رشد فرهنگ تاجیک نقش ارزشمند می گذارند و هم رمز هنر ملی محسوب می یابند. مرکز رشد هنرمندی و مواقع کسبی معاصر دارای کورس‌های کوتاه مدت میباشد که در اینجا هنرمندان زیاد جمع آورده شدند. از طرف هنرمندان کورس‌های کوتاه مدت تشکیل شده است و در آنجا شاگردان خود را در آنجا تیار میکنند برای رشد هنرهای بخصوص مردمی کسبی معاصر که بیشتر همین جوانان شوق و رغبت دارند، بیشتر همین جوانان را به همین کسب دعوت میکنن که تا همین کسب را از خود کنند. ما برای آمادگی عید نوروز هنرمندان زیادی داریم که برای همین پیش بردن هنر، رونق یافتن هنر شاگردان زیاد تیار کردن که آنها از قبیل گلدوزی، چکندوزی، پاپوردوزی، باز از کورس‌های مردانه که دورتگری که این یکی از هنرهای قدیمی مردم تاجیک به حساب می‌رود. دورتگران شاگردان خود را دعوت کرده در آنجا کورس‌های کوتاه مدت را به آنها می‌آموزند تا هنرهای مردمی قدیمی تاجیک از بین نرود. در این روزهای عیدانه ساکنان شهر نارک با روحیه بالیده گرد هم آمده نوروز را با شادی و نشاط تجلیل می کنند. فضای عیدانه، رقص و ترانه، چهره های پرتبسم و صدای موسیقی نوروزی شهادت آن است که نوروز جشن دوستی و همدلی و احیای ارزش های ملی می باشد. خاصه از سهم بانوان هنرمند در زنده نگاه داشتن هنرهای مردمی نظررس است. با اعلان گشتن سالهای رشد سیاحی و هنرهای مردمی ما هنرمندان اقدام گرفتیم که هنرهایی که به گوشه فراموشی رفته بودند آنها را از نو احیا نماییم و در آستانه جشن نوروز زنهای شهر نارک توجه زیادشان به نقش‌های گلدوزی، قراقدوزی و اطلس و ادرس ها شود که ما از متاعهای قدیمی خود از بیبی و مادرای خود گرفته ما آنها را به دوختای معاصر آمیخته نموده به آنها پیشکش می نماییم. همه ساله لباس هایی که آماده می شوند زنان و دختران نارک شهر به بر نموده در جشن معرکه های نوروزی اشتراک می نمایند. در گوشه های عیدانه بانوان هنرمند محصول دستان خود را به نمایش گذاشتند. یکی با صنعت زیبای گلدوزی مشغول است، دیگری با طراحی لباس های ملی، سیومی مهره بافی و قراقدوزی را با مهارت خاصه اجرا می کند. همچنین بانوانی هستند که هنر دوغکشی و دیگر عنعنه های قدیمی روزگار را نگاه داشتند. ما این هنر رو از خوردی بیبی و ماما ها یاد گرفتگی 40 سال میشه که من هنر رو مشغولم
توقی دوزی چکن دوزی همه خلمکش میکشه ما خودم میدوزیم 4 روز ده یا توقی را میدوزیم میچسبانی تیور میکنیم ایش ساعت برگی میگن ایش گندشکاک میگن شیروازش خیلی توقی توجیکی انا یو تکسری میگن برای عروسو میدوزیم یا هفته ده ممکن 2 جفت بدوزی دختر وقتی دوری میدوزیم اینه بالای چادر میدوزیم کورپچه عروسی میدوزیم ما کوشش میکنیم که همه هنرهای مردمی رو در شهر نورک زیاد کنیم. یکی از هنرهای دیگری قدیمه مردم تاجیک این دوختکشی است که عادتا این کار را بانوان انجام میدهند. این زمان ما در نزد بانوی هنرمند شهر نورک خاله جمعگل قرار داریم که به دوختکشی مشغول است. خوب خاله جان میگفتید که برای تیار کردن دوغ و مسکه آن عادتا چی ها استفاده میبرید و در مدت چقدر وقت میتوانید که مسکه طبیعی از دوغ استحصال کنید؟ و گوه میجوشی جانو میپزیشه جرغاتش خو میکنی در خلطه میریزی با گشته میگیری در چی میندازی میکشیشه خاصیشه مسکش میگیری با گرفته خیلی همسایه دادن میتی با گرفته در خلطه میریزی چکه میشه این که جرغات که باشه بگی جرغات هست این چکه شاید این خاصیشه گرفته گیر جانو انا که این را کشیدی گرفته در خلطه که ریختی جانو خسل قند است خسلای قند چقدر اگر حاصل این گرفتگی پیدا دارد. تجهیزات‌های زمانوی روی کار آمدن، یعنی اسباب‌های هستند که خودشون به طور اتوماتیک دوغکشی میکنن. حاصل اون چگونه مزه دارد و حاصل انا همین دستگاه باباگی چی مزه دارد؟ ما اوه رو ندیدم جانم. یورو همه بابگی که آمادگی و همه کشیده با چیزش با این مزه با این قطع میکشم. این را با حاصلش دیگه خیلی با مزه دیگه میگم. که نکن جرقه خواه میکنه خودم میگیرم میکشم جانم. جوانان حاضره به همین چیز توجه میکنن؟ میکنن. یادش دادم. کلینا رو یاد دادم میگم اینم کسبه ما مثال هستم نیستم بچه میگم اینم کسبه رو بکنه میکنه. بانوی گرامی همه آن هنرهایی که الحال در نزد ماست محصول ایجاد شما است. توقی ها، مهره بافی. شما این هنر رو از کی برای خود به میراث گرفتید؟ خورد بودم بسیار ذوق مهره بافی داشتم. بسیارتر دستمانه شعر و زگ میبافتم. همین خیلی دوام دادم. و آیسته آیسته باز به مهره گذاشتم. همین را مسئول دست خودم است. در این بافتن این مهره مهره خودش لازم است. برای پورا تیار شدن یک گلدان چقدر مهره مصرف می شود؟ برای تیار نمودن همین خیلی گلدان به ما لازم است مهرهش چند به همین لازم است. من 2 خلطه انتخاب میکنم. در 2 خلطه من 500 گرمی مهره لازم است. در همون 2 خلطه 500 گرمی من گلدان تیار میشود. نوروز یکی از جشن‌های قدیم‌ترین بابا و بیبی‌های ما میراثی مانده است که ما امروزها اون را جشن میگیریم و در نوروز زنان تاجیکی ما خوراک‌های ملی بسیارتر آماده می‌سازند. از جمله آش بریده، خوراک‌های علفی بسیارتر آماده می‌سازیم. نوروز این خود یک جشن است که دوست داشتنی است. خوراک‌دوزی هم یک نوع هنر مردمی است که در بین بانوان ما شهرت خاص خود را دارد. خب شما نیز به این هنر می‌بینم که مشغول هستید. از مادرم، از بیبیم، از آنها نگاه کردم ما هم امروز هنر آنها را دوام داده ایستادیم. همه هنرها داریم. توقی دوزی این بافندگی است. این را بافته به سیمان کشیده بعد گل از اینها تیار کرده میبراریم. بله. در نتیجه همین گونه گل حاصل می شود. بله. از همین خوراک و از گلدوزی ها باز ما جزودان تیار میکنیم. کورته های ملی و خوانندگان نشان میدهیم این هنری خود را. بینندگان عزیز و گرامی، همه این جوزدان های زیبایی که در نزد ما قرار دارند محصول دست بانوان هنرمند شهر نورک هستند. همینطور بله، ما این جزدان ها را با یاری معلمه در محفل های مکتب با یاری معلمه جابیره و آیشه یاد میگیریم.
ما نه تنها این جزدانها را بلکه این گونه دیادم‌ها یا اینکه گردنبندهایی که بانوان ما در زمان پیش استفاده می‌بردند ما آنها را باز با طراحی نو و مهره‌های گوناگون پیشکش می‌کنیم. ما این جزدانها را که چطوری می‌بینیم ما این محصول دست خودمان است. این تنها زیه و مهره میباشد که ما او را که طراحی می‌کنیم. زیه یعنی رشته مخصوص؟ بله، رشته مخصوصی که برای همین جزدانها لازم میشن. سرپوش‌ها رو از چی آماده میکنید؟ سرپوش‌ها نیز با مهره که طراحی میکنیم و بر اینجا با ما مقدار زیادی شیرش نیز لازم میشود. اینها رو نیز میخوایم اولا که دیزاینش رو میکشیم بعدا او رو تیار میکنیم. این مهره که ما با خوانندگان میکشیم خزینه میگفتن در دور پیش بیبی و بچه‌هامون داشتن خزینه گفته استفاده میبردن که این را حاضر ما خوانندگان قطع میکنیم سیاها اومده ای ما میخرند. به حد مهره قدیمه آماده کردن این خیلی دشوار، خیلی دشواره. غیر از مهره ها و جزدان های زیبایی که با مهره آماده شده است اینجا به چشم ما همین گونه ظرف ها رسید. این چی است و در کجا میتوانی را استفاده برد؟ این ظرفا رو ما در خانه برای گرفتن دانگی ها استفاده میبریم. در عید و معرکات در دسترخانه‌مون میگذاریم و استفاده میبریم. انا اینش باشه میوه گیرک میباشد که ما میوه ها رو میمونیم در دسترخانمون در عیدها استفاده میبریم. انا این ظرف قند گیرک است. در عیدها ما قند میمونیم در درونش در دسترخانمون میمونیم که یک حسن زیبا نشان میدهد. شکل ظاهریش هم عجایب است، یعنی پورا به انار شباهت دارد. همینطور بینندگان عزیز این ربات ها را بینید باور کنید توجه هر یک کودک تاجیک را جلب میکند، زیرا طرح ساختش و نمود ظاهریش کلا از ربات هایی که با هر گونه الگوریتم ها ساخته میشوند کلا فرق میکند. خب درباره این ربات ها معلومات میدادید؟ این ربات ها رو ما برای کودکانی که در باغچه برده و یا بازی میکنند اینا رو هم خوانندگان قطعی میسازیم. بینندگان عزیز بانوان چیردست شهر نورک در برابر ساختن هر گونه اسباب های روزگار این چنین گردنبند رو نیز آماده کردند. این رو سیاها اومده از ما میخرند. پرچم تاجیکستان دارد این گردنبند برای آنها عجایب میتوبد که با مهره چه ما ساختیم گردنبند رو میگیرند همچون تحفه میبرند. به همگان معلوم است که جشن نوروز یکی از جشن‌های کهن بنیاد ملت تاجیک میباشد که از طول 5000 سال تا این جانب در یک سطح بلند جشن گرفته می شود. بخش کار با زنان و عائله مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر نورک در همه چهاربینی‌های سطح بلند فستیوال و آزمون‌ها و روزهای جشنی در یک سطح بلند آمادگی می‌بینند و دستاوردهای خود را پیشکش مردم می‌نمایند. امروز در جشنواره نوروز در شهر نورک در ساحل دریا تمام هنرمندان شهر نورک، کارمندان مؤسسه و کارخانه‌ها هنرهای دستی خود را پیشنهاد نمودند. همه‌ساله در شهر نورک از طرف زنان و بانوان روز بین‌المللی نوروز در یک سطح بلند پیشواز گرفته می شود. این هنرمندان نه تنها خود این هنرها را اجرا می کنند بلکه به دختران جوان نیز آموزانیده آنها را به آموزش صنعت‌های مردمی جلب می نمایند. همین گونه تلاش ها باعث می گردد که هنرهای ملی از نسل به نسل گذشته ارزش خود را گم نمی کنند.
танҳо ҷашни табиат нест, балки ҷашни нерӯ, ҷасорат ва ҳунари мардум низ мебошад. дар шаҳри Норак мо гурӯҳи эҷодӣ шоҳиди баргузории бозиҳои суннатии наврӯзӣ гардидем. гӯштингирӣ, бандкашак, тухмҷанг ва бозии маъруфи чиликдангал аз ҷумлаи бозиҳое мебошанд, ки аз гузаштагон ба мерос монда имрӯз ҳам бо шавқу ҳаваси зиёд баргузор мегарданд. ин бозиҳо на танҳо фароғат мебахшанд, балки рамзи тавоноӣ, шуҷоат ва рӯҳияи ҳамдигарфаҳмии мардум низ ба ҳисоб мераванд. тамоми урфу одатҳои миллие ки мо дорем ҳамасола дар рӯзи ҷашни наврӯз ба намоиш гузошта мешавад. махсусан бозиҳои миллии варзишӣ ҳар сол дар рӯзи наврӯз ҳамин бозиҳо ба намоиш гузошта мешавад, чунки мақсад аз баргузор кардани бозиҳои миллии варзишӣ ин пеш аз ҳама эҳё намудани ҳамин намуди варзиш ва намоиш додани нишон додани ҳамин намуди варзиш ба ҷаҳониён аст. пеш аз ҳама гӯштини миллӣ, биҷилбозӣ, чиликдангал, ланкабозӣ, найзабозӣ, ба ҳамин тартиб зиёданд бозиҳои миллии варзиши мо ки метавонем номбар кунем. мо кӯшиш мекунем ки дар тамоми деҳаву маҳаллаҳои шаҳри Норак ҳамин намуди бозиҳоро баргузор кунем, то ки ҷавонони мо махсусан бояд огоҳ бошанд ки воқеан ҳам миллати тоҷик як таърихи бениҳоят ғанӣ дорад. аз ҷумлаи суннатҳои қадимаи наврӯзӣ маросими хонабаророн ба шумор меравад. сокинони шаҳри Норак низ ин анъанаи мардумиро иҷро намуда, хонаҳо ва ҳавлиҳои худро поку озода месозанд. ин амал рамзи поксозии зиндагӣ ва истиқболи соли нави аҷдодӣ бо нияти нек мебошад. дар чунин рӯзҳо мардум кӯшиш мекунанд, ки муҳити зиндагии худро зебо гардонанд ва бо дили поку орзуҳои нек ба пешвози соли нави аҷдодӣ раванд. عاشق به هوای مرغزاران تویم، لب تشنه آب چشمساران تویم. از چکچک باران زمستان خسته، مشتاق به باران بهاران تویم. بهار فصل شکوفایی طبیعت و زیبایی زندگی است. در همین فضای دلانگیز بهاری، گلدختران شهر زیبای نورک با شعر و ترانه‌های دلنشین انعنه قدیمه رباعی خوانی را در وصف نوروز و بهار احیا می‌نمایند. صدای نرم رباعی‌ها در فضا طنین انداز شده، محیط ایدانه را باز هم رنگین‌تر می‌سازد. نوروز شد و جمله جهان گشت معطر از بوی خوش لاله و ریحان و صنوبر. امروز بهار آمد، با خنده نگار آمد، وای از پی کار آمد. نوروزی مبارک باد، فیروزی مبارک باد. ای دوست بیا باز به نوروز رسیدیم، نو قصه بی پرداز به نوروز رسیدیم. از پرده گل باد نوا کرده پریشان، ای مرغ خوش آواز به نوروز رسیدیم. نفسی تازه نوروز مبارک باشد، چهره پاک و دلفروز مبارک باشد. آمد بهار خرم با رنگ و بوی طیب، با 100,000 نکهت و آرایش عجیب. شاید که مرد پیر بدینگه شود جوان، گیتی به دل یافت شباب از پی مشیب. نوروز به نوبهار کی میبینم، گلها را به 6 قطار کی میبینم.
گلها را به 6 قطار در فصل بهار دنیا را به یک قرار کی میبینی نوروز نوبهاران بر گور و خان مبارک این روز شاد و خندان بر همگان مبارک. این سنت زیبا رمزی محبت به طبیعت، ارجگذاری به زیبایی‌های بهار و احترام به میراث فرهنگی نیاگان است. در ادامه بزم نوروزی هنرمندان بخش فرهنگ شهر نورک با سرود و ترانه‌های دلنشین خاطر حاضرین را بالیده گردانیدند. همزمان نمایشی سر و لباس ملی برگزار گردید که در آن ساکنان کسب و کار گوناگون، جوان دختران، جوان پسران و حتی کودکان با به تن نمودن پیراهن‌های نوروزی اشتراک کردند. این نمایش به خاطر معرفی فرهنگ لباسپوشی ملی، احیای سنت‌های قدیمه و تربیه حس افتخار ملی میان جوانان برگزار گردید. رنگ‌های گوناگون پیراهن‌های ملی، نقش و نگار زیبای آنها و هنر دوزندگان فضای ایدانه را باز هم جذاب‌تر گردانید. یکی از سنت‌های زیبا و دیرینه نوروزی پختن سومنک می باشد. سومنک رمزی فراوانی، برکت و نیکوروزی زندگی به شمار می رود. در این شام بهاری بانوان هنرمند و صاحب تجربه شهر نورک با روحیه ایدانه مشغول سومنک پزی هستند. طبق عنعنه زنان و دختران گرد دیگ جمع آمده با سرود و ترانه و آرزو و نیت‌های نیک سومنک می‌پزند. این سنت قدیمه از دوره‌های خیلی باستان تا امروز آمده رسیده رمز همدلی و همبستگی مردم محسوب می‌شود. هنگام سومنک پزی زنان با شادی و سرودهای نوروزی شب را روز کرده آرزو می‌کنند که سال نو برای هر خاندان سال پرفیض و برکت باشد. خوشحالی کنیم گردی هم گردیم خوشحالی کنیم سومنک مانیم و خوش روزی کنیم گردی هم گردیم و نوروزی کنیم سومنک مانیم و نوروزی کنیم گردی هم گردیم و خوش روزی کنیم سومنک شیره گندم سومنک شادی مردم سومنک شیره گندم سومنک شادی مردم سومنک در بهار مهمان خرسندی هر خاندان سومنک در بهار مهمان خرسندی هر خاندان. یکی از سنت‌های دیگر جشن نوروز این آماده کردن سومنک می باشد. این زمان ما با بانوان هنرمند شهر نورک با آماده کردن سومنک مشغول هستیم. این چه نوعی سومنک است؟ ما از بانوان پرسان می شویم. یکی از نمودهای خوراک‌های ملی سومنک می باشد که در آغازشوی فصل سال آن را تیار می کنند. اول گندم را شسته تازه کرده در لگن‌ها گرفته آن را می سبزانند. مدت 20 روز تیار می شود و آن را گرفته بعد تقسیم کرده در اوغرک با طرز تاجیکانه در اوغرک انداخته آن را میکوبند. گرفته آن را در ظرف‌های مخصوص شیره آن را جبیده گرفته آن را در
табақча алоҳида гузоштаву аз он хамӣ тайёр карда кулчаҳо тайёр мекунанд, ки онро дар тобаи махсус мепазанд. Чунин кулчаҳои суманакӣ тайёр мешавад. яъне ҳамин коре ки айни замон шумо анҷом дода истодаед, дар натиҷа ҳамин гуна суманак омода мешавад? Бале, 2-3 соат тайёр карда мешавад. акнун кор шурӯъ мекунем. Гандумҳои сабзонида шударо гирифта дар уғарак мекӯбем, чӣ тавре ки духтарҳо кӯбида истоданд, онро мекӯбанд. Баъд дар шираи онро гирифта дар ани табақ мо пешопеш тайёр кардем, ки вақти зиёдро сарф накунем гуфта, чунин хамира тайёр кардем, ки айни ҳол тоба гарм шуда истодааст. Гулбиҷон гирифта дар тоба пазед. бинандагони гиромӣ, акнун ба пухтани суманаки кулчагӣ оғоз мекунем. меравем? назди дег меравем? кадбонуи моҳири мо Гулбӣ ба пухтани суманаки кулчагӣ шурӯъ мекунад. Чӣ тавре ки мебинем, товаи мо гарм шудааст ва кулчаҳоро омода карда истодааст. бинандагони азиз, чунон бӯи хуш дорад, ки иштиҳои касбро меорад. پس از پورا پختن به ظرف بگیریم. пурра суманаки мо омода шуд, ки чунин кулчаҳои бомазза тайёр шуд. Марҳамат. واقعا با لذت است بینندگان عزیز و شما این توصیه می‌دهیم که در خانه‌های خود انا همین گونه طعام ملی آماده نمایید و به خوان نوروزی خود پیشکش کنید. همینطور تنتنه‌های نوروزی در شهر نورک نشان می‌دهند که این جشن کهن تا چه اندازه در دل مردم جای گرفته است. ساکنان با فرهنگ این شهر با اجرای عنعنه‌های قدیمی، احیای هنرهای مردمی و برگزاری بازی‌های سنتی اثبات می‌نمایند که نوروز نه تنها جشن طبیعت بلکه جشن فرهنگ، دوستی و وحدت مردم است. واقعاً هم ساکنان شهر نورک همه ساله جشن باستانی نوروز را با شهامت خاصه، محبت به اندازه و احترام عمیق به میراث نیاگان تجلیل نموده این سنت مقدس را برای نسل‌های آینده حفظ و پاس می‌دارند. بینندگان گرامی و ارجمند ما، امیدواریم در این چند لحظه‌ای که با ما همراه بودید از رسم و آیین، عنعنه‌ها و طرز تجلیل جشن خجسته نوروز از جانب ساکنان با فرهنگ و مهمان نواز شهر نورک
آشنا گردیدید. واقعا هم ساکنان این شهر زیبا منظر با روحیه بلند ایدانه، خوشنودی و خوش-اقبالی و ارجگذاری به ارزش‌های ملی، جشن باستانی نیاگان نوروز را با شکوه و شهامت خاص تجلیل نمودند.